به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. در مورد اینکه قرآن کتابی است که محفوظ مانده و محفوظ خواهد ماند، حفظ آن را خداوند به عهده گرفته. هیچ کسی در هیچ عصر و زمانی بر این کتاب هیچ حرف زیاد کرده نمیتواند و از این کتاب هیچ حرفی کم کرده نمیتواند. در این مورد امام قرطبی در تفسیر خود قصه جالبی آورده. از یحیی بن اکثم نقل می آورد. یحیی بن اکثم قاضی القضات و یکی از عالمان بزرگ اسلام، شاگرد عبدالله بن مبارک و استاد امام بخاری و امام ترمذی است. از این عالم بزرگوار، از این فقیه محدث، امام قرطبی نقل آورده که خلیفه مأمون مجلس علمی داشت، محفلی داشت که اهل علم، اهل ادب، اهل حدیث در آن جمع می آمدند و گفتگوی علمی صورت می گرفت. یحیی بن اکثم میگوید باری در این محفل مرد یهودی نیز آمد که خیلی حسن الثياب، حسن الوجه، طیب الرائحه، لباس زیبا پوشیده بود و خیلی چهره زیبا داشت، خوشبو بود. یعنی خیلی مرد با سلیقه، خیلی مرد در هیئت و شکل و صورت زیبا. محفل مأمون، محفل خلیفه و آن دانشمندانی که در اون محفل بودن حاضر شد. میگوید این یهودی سخن کرد فاحسن الکلام والعباره، خیلی سخنی زیبا و با فصاحت و بلاغت حرف زد. هنگامی که تقوض المجلس، مجلس که به آخر رسید، مأمون این مرد یهودی را به نزدش خواند، پرسید ای اسرائیلی انت، یهودی هستی؟ آن مرد گفت بله یهودی هستم. خلیفه مأمون به او گفت اسلم افعل بک کذا و اصنع بک کذا و وعده. گفت اسلام بیاور، من برای تو چنین و چنان میکنم. وعده های کلانش داد. اما یهودی گفت دینی و دین و آبایی، یعنی همین دینی خودم و دینی پدر و اجدادم برام بهتر است. گفته به خلیفه جواب داد. یحیی بن اکثم میگوید فلما كان بعد سنه جاءنا مسلما فتكلم في الفقه فاحسن الكلام. وقتی که یک سال سپری شد و این محفل دوباره برپا شد، این مرد یهودی در حالی که اسلام آورده بود، مسلمان شده بود، آمد و در باره علم و در باره فقه و در این موضوعهای شرعی سخن گفت و خیلی سخنی خوب و جالب می گفت. چون مجلس به آخر رسید، مأمون این بار هم او را به نزدش جیغ زد. گفت که آیا تو همون مردی نیستی که در محفل گذشته با ما بودی، اینجا بودی؟ گفت که بله همانم. فما سبب اسلامی؟ گفت سبب اسلامت چیست؟ چه سبب اسلام آوردی؟ این مرد در بیان سبب اسلامش به خلیفه مأمون گفت ترانی حسن الخط فإني عمدت إلى التوراة فنسخت منها 3 نسخ فزدت فيها ونقصت. من چون رفتم به خاطر سنجش این دین ها، این 3 کتاب آسمانی، تورات، انجیل و قرآن، تورات را گرفتم، از آن 3 نسخه نوشتم. 3 نسخه به خط زیبایم نوشتم که خطات ماهرم بود و در آن زیاد کردم، از خودم چیزهای علاوه کردم و نقصت به چیزهای بوده را کم کردم، حذف کردم. و ادخلتها الکنیسه فاشتريت منی. من این 3 نسخه ای که با خط زیبایم نوشتم، زیاد و کم کردم، به کلیسا بردم، از من با کمال شادی و میل خریداری کردند و گرفتم. و انجیل نیز چنین کردم. انجیل را گرفتم، 3 نسخه نوشتم با خط زیبایم، در آن زیاد کردم، کم کردم. فدخلت البیعه فاشتريت منی. آن معبدی نصارا بردم و از من آن نسخه ها را خریدم. پی نبردن که در آن زیاد و کم شده. در ادامه این مرد میگوید فعمدت الى القرآن فنسخت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت. قرآن را گرفتم، 3 نسخه نوشتم، در آن زیاد کردم، کم کردم. و ادخلتها الوراقین فتصفحوها. میگوید این 3 نسخه قرآن را که به دست خود نوشتم، تبدیل و تغییر دادم، زیاد و کم کردم، نزد وراق ها بردم. وراق ها یعنی نسخه برداران. فتصفحوها، صفحه زدن، تفتیش کردن، خواندن، دیدن. حالا مسجد نرفته این مرد، مسجد نرفته، نزد شیخی، نزد فقیه، نزد مقری نرفته، قاری مشهوری ماهر را نداده که ببیند. فقط نزد خطاط های مسلمان رفته که قرآن نسخه برداری میکنن و یا دیگر کتاب ها. میگوید فلما ان رأوا فيها الزیاده والنقصان رموها ولم يشتروها مني. چون وراق ها آن مصحف ها را، قرآن ها را دیدند و خواندن، پی بردن که در آن زیاد شده، کم شده. و رموها ولم يشتروها، پرتافتن، گفتن این قرآن های تو من نمیخریم، این ارزشی ندارد، تحریف شده، تبدیل شده، این قرآن نیست اصلا. میگوید پس از امتحان و سنجش هم
من به این نتیجه رسیدم که این کتاب محفوظ است. خداوند این کتاب را حفظ کرده، دستی بشر به آن نرسیده، تحریف و تبدیل در آن صورت نگرفته. فکان هذا سبب اسلامی. همین آموزشی من، همین سنجشی من سبب اسلامم شد. امام یحیی بن اکثم راوی این داستان میگوید من همان سال زیارت حج رفتم. فحججت تلك السنه فلقیت سفیان بن عیینه. من با سفیان بن عیینه امام و فقیه بزرگوار حجاز در آن موسم واخوردم. فحکیت له الخبر. و قصه این مرد یهودی را که چنین کرد و نهایتا اسلام آورد برایش نقل کردم. و امام سفیان بن عیینه گفت این خبر مصداقش، تصدیقش در قرآن هست. یحیی بن اکثم میگوید پرسیدم که در کجای قرآن آمده؟ سفیان بن عیینه گفت در این گفته خداوند عزوجل که خداوند در شأن تورات انجیل فرموده بما استحفظوا من کتاب الله. یعنی خداوند از دانشمندان اهل کتاب طلب کرد که تورات و انجیل را حفظ کنند. فرمود که این کتاب دست شما امانت، این را باید حفظ کنید، زیاد و کم نشود. و آنها کتاب را ضایع کردند. اما در شأن قرآن خداوند عزوجل فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این امانت را به عهده بندگان نداد، بلکه خود به کفالت گرفت که ما خودمان نازل کردیم و این صیغه ما استفاده شدنش برای افاده عظمت و بزرگی است. اونگونه که امام فخر الرازی بیان کردن پادشاه وقتی کاری بزرگی کنن میگه ما چنین کردیم. خداوند به خاطر افاده عظمت و بزرگی که نازل کننده قرآن خداوندی ذوالجلال صاحب عظمت و بزرگی است فرموده ما خود این قرآن را نازل کردیم بدون شک. به تحقیق این نه به استفاده این ادوات تأکید از نگاه زبان عربی، همانا ما خود این قرآن را نازل کردیم و به شک ما خود این قرآن را حفظ کننده هستیم. بدین خاطر که خداوند این وعده را داده و حفظ این کتاب را خودش به کفالت گرفته، هرگز در این کتاب نقصان زیادت صورت نخواهد گرفت و در هر عصر و زمان خداوند وسایل حفظ آن را که از جمله شوق و رغبت مسلمانان است که حتی طفلان در هر عصر و زمان در هر کشور با عددهای بیشمار این کتاب را حفظ میکنند، از اون مهیا ساختن اسباب حفظ این کتاب است که خداوند میسر میکند و کارسازی کرده است. در امان و حفظ خداوند باشید.